برای چند دقیقه آینده نمیخواهم فقط با تو صحبت کنم. میخواهم تو را درون یک تجربه ببرم، یک تغییر. چون تا زمانی که این مکالمه تمام شود، نه تنها متوجه میشوی که چه چیزی تو را متوقف کرده، بلکه چیزی درون تو تغییر خواهد کرد. تو شروع به دیدن چیزها به شکل متفاوتی خواهی کرد، نه فقط افکارت، بلکه نحوهی که واقعیت تو در تمام این مدت بدون اینکه متوجه شوی شکل گرفته است. و وقتی این اتفاق بیفتد، همه چیز به طور طبیعی و بدون زحمت در جای خود قرار میگیرد. پس از تو میخواهم که برای چند دقیقه تمام حواس پرتی ها را کنار بگذاری. این لحظه را کاملا و به طور کامل به خودت اختصاص دهی. چون آنچه که قرار است بشنوی چیزی نیست که فقط یاد بگیری، بلکه چیزی است که باید درون آن قدم بگذاری. حالا بیا شروع کنیم. میخواهم تو را به گذشته ببرم، به لحظه‌ای که چیزی را به شدت میخواستی اما هرگز اتفاق نمیافتاد. شاید یک رابطه بود، یک شغل، یک فرصت. چیزی که مدام به آن فکر میکردی، برایش تلاش میکردی، حتی وسواس داشتی، اما هر کاری که میکردی محقق نمیشد. حالا این را با لحظه‌ای دیگر مقایسه کن، زمانی که چیزی شگفت‌انگیز به راحتی برایت رخ داد. زمانی که حتی زیاد به آن فکر نکرده بودی، شاید حتی اهمیت چندانی برایت نداشت، اما ناگهان و به شکلی جادویی اتفاق افتاد. چرا این اتفاق میافتد؟ چرا چیزهایی که دنبالشان میکنیم انگار بیشتر از ما فرار میکنند، در حالی که چیزهایی که نسبت به آنها بی‌تفاوتیم بدون مقاومت و به راحتی به سمت ما جریان پیدا میکنند؟ چون مکانیزم پنهانی در پسی این ماجرا وجود دارد. در واقع بسیاری از افراد هرگز به آن توجه نکرده اند یا حتی نمیدانند که چنین چیزی وجود دارد. ابتدا بگذار توضیح دهم که چرا این اتفاق میافتد. چون وقتی این را به طور کامل درک کنی، روشی ساده اما قدرتمند را به تو خواهم گفت که با آن میتوانی این روند را آگاهانه به کار بگیری. تو به محض اینکه شروع به کارگیری این روش کنی، تحولی چشمگیر را تجربه خواهی کرد. همان چیزهایی که دور از دسترس به نظر می رسیدند، شروع به حرکت به سمت تو خواهند کرد، آن هم به صورت بی زحمت. پس دقت کن، چون این لحظه‌ای است که همه چیز تغییر می کند. جهان، یا به طور دقیق‌تر واقعیت تو، چیزی نیست که برای تو اتفاق می افتد، بلکه چیزی است که به تو پاسخ می دهد. و این همان جایی است که بیشتر مردم گیر می کنند. تو منتظر تغییر واقعیت نیستی، واقعیت منتظر تغییر توست. این یک راه ساده اما قدرتمند برای شروع استفاده آگاهانه از آن است و زمانی که این را به کار بگیری، شاهد تغییری چشمگیر خواهی بود. چیزهایی که قبلا دور از دسترس به نظر می رسیدند، به شکلی روان و آسان به سمت تو جریان خواهند یافت. پس با دقت گوش کن، زیرا این لحظه است که همه چیز تغییر می کند. جهان، یا به بیان دقیق‌تر، واقعیت تو، چیزی نیست که صرفاً برایت اتفاق بیفتد، بلکه چیزی است که به تو پاسخ می دهد. و این همان نقطه‌ای است که بیشتر مردم در آن گیر می‌افتند. تو در انتظار تغییر واقعیت نیستی، بلکه این واقعیت است که در انتظار تغییر توست. فکر کن، چند بار شده که چیزی را با تمام وجود خواسته ای، اما هرگز نیامده و سپس درست در لحظه‌ای که دیگر برایت مهم نبود، زمانی که آن را رها کردی، ناگهان ظاهر شد. این یک تصادف نیست، این یک قانون است. چون وقتی دنبال چیزی می‌دوی، وقتی درگیر آن می‌شوی و مدام به دنبال نشانه‌ای از آن هستی، در حقیقت به جهان اعلام می‌کنی که آن را نداری و جهان همیشه همان وضعیتی را که در آن هستی به تو باز می‌گرداند. اما لحظه‌ای که دیگر به آن نیازی نداری، لحظه‌ای که دیگر مدام چک نمی‌کنی، دیگر سعی در کنترل آن نداری. آن وقت است که به سمتت حرکت می‌کند. نه به این دلیل که تسلیم شدی، نه به این دلیل که دیگر آن را نمی‌خواهی، بلکه به این دلیل که به نسخه‌ای از خودت تبدیل شده‌ای که از پیش آن را دارد. و وقتی این اتفاق بیفتد، همه چیز هماهنگ می‌شود. این دقیقاً همان چیزی است که نویل گادرد تلاش داشت به تو نشان دهد. او گفت، فرض کن که آن را داری و به این واقعیت خواهی رسید. حالا کمی در مورد این جمله فکر کن. او نگفت امیدوار باش، نگفت آرزو کن، بلکه گفت فرض کن. و فرض کردن تلاش کردن نیست. فرض کردن یعنی دانستن. وقتی فرض می‌کنی که چیزی از آن توست، دیگر به دنبالش نمی‌دوی. دیگر مدام به دنبال نشانه‌ها نمی‌گردی. دیگر نمی‌نشینی و با خودت فکر نمی‌کنی که چه زمانی خواهد آمد. چون در ذهنت همین حالا از آن توست. و دقیقاً به همین دلیل است که رها کردن و هیچ کاری نکردن کلید اصلی است. چون در لحظه‌ای که فرض می‌کنی انجام شده، دیگر مانع ایجاد نمی‌کنی. تو دیگر بیش از حد فکر نمی‌کنی. دیگر شک نمی‌کنی. دیگر سعی نمی‌کنی که آن را با زور در جای خودش قرار دهی. و درست در همین لحظه است که همه چیز شروع به حرکت می کند. چون بالاخره واقعیت فضای لازم برای تغییر را بدون مقاومت پیدا می کند. احتمالاً متوجه شده ای که چیزهایی که با تمام وجود می خواهی همیشه دیر به دستت می رسند. اما چیزهایی که اصلاً برایت مهم نیستند خیلی راحت ظاهر می شوند. چرا؟ چون وقتی برایت مهم نیست هیچ مقاومتی ایجاد نمی کنی.
به آن وابسته نیستی. آن را کنترل نمی کنی. در حالت انتظار نیستی و همین باعث می شود که به راحتی جریان پیدا کند. پس سوال واقعی این است: چطور می توانی از این اصل استفاده کنی تا هر چیزی را که همیشه می خواستی به زندگیت جذب کنی بدون اینکه مجبور باشی تظاهر کنی که برایت مهم نیست؟ اگر واقعی بین باشی، نمی توانی وابسته بودن را جعل کنی. نمی توانی فقط بنشینی و به خودت بگویی خب دیگر برایم مهم نیست، در حالی که در درونت هنوز در حال چک کردن، منتظر بودن و امیدوار بودن هستی. این رها کردن نیست، این تظاهر به رها کردن است و واقعیت به آنچه میگویی پاسخ نمیدهد. به آنچه واقعا احساس میکنی پاسخ میدهد. پس چطور واقعا این کار را انجام دهی؟ چطور بدون اجبار، بدون سختی، بدون اینکه بخوای خودت را فریب دهی، وابستگی را کنار بگذاری؟ چون وقتی این را بفهمی، همه چیز تغییر میکند و این دقیقاً همان چیزی است که قرار است نشانت دهم. پس همراه بمان. اولین قدم همین حالا دنبال کردن را متوقف کن. چه متوجه شده باشی یا نه، تو مدتی است که در حالت من به این نیاز دارم که اتفاق بیفتد گیر افتاده ای و همین حالت تو را در همان وضعیت نگه داشته است. چون هر بار که فکر میکنی کجاست؟ چرا هنوز نیامده؟ در واقع فقط این واقعیت را تقویت میکنی که هنوز این چیز را نداری و حقیقت این است که اگر از قبل آن را داشتی هرگز دنبالش نمیگشتی. پس از تو میپرسم، اگر همین حالا خواستت تحقق یافته بود چه احساسی داشتی؟ آیا مضطرب میشدی؟ نه. آیا مدام چک میکردی؟ نه. آیا شک میکردی؟ نه. تو آرام، مطمئن و با اطمینان خاطر میبودی و دقیقاً همین انرژی آن را به سمت تو جذب میکند. چون لحظه‌ای که جستجو برای یافتن نشانه ها را متوقف کنی، لحظه‌ای که دیگر منتظر نباشی، لحظه‌ای که دست از نگاه کردن برای دیدن نشانه ها برداری، وارد انرژی داشتن آن میشوی و این همان انرژی است که آن را بی دردسر به سمت تو میکشد. پس از این لحظه به بعد دنبال آن نگرد، منتظرش نباش. دیگر نپرس که کی میآید. در عوض وارد انرژی دانستن شو و درست در همان لحظه که این کار را انجام دهی، همه چیز شروع به تغییر میکند. حالا بگذار نشانت دهم که چطور در این حالت بمانی بدون اینکه دوباره به شک و تردید برگردی. همراه بمان. قدم دوم. حالا که دنبال کردن را متوقف کرده ای، قدم بعدی این است که در حالت داشتن آن بمانی بدون اینکه دوباره دچار شک شوی. اینجاست که اکثر مردم اشتباه میکنن. چون در ابتدا ممکن است احساس اطمینان داشته باشی. ممکن است فکر کنی خیلی خوب، من این را فهمیدم. میدانم که از قبل از آن من است. اما چند ساعت میگذرد. 1 روز، شاید 2 روز. و ناگهان آن صدای کوچک درونت زمزمه می کند خب پس کجاست؟ آن لحظه همان آزمون است. چون به محض اینکه دوباره شروع کنی به جستجو، به شک کردن، به چک کردن، همه چیز را از بین میبری. دوباره به همان انرژی نداشتن برمیگردی. پس چطور جلوی این اتفاق را بگیری؟ با پذیرش این حقیقت که نمیدانی چه زمانی و چگونه اتفاق خواهد افتاد. این جمله را دوباره بخوان. چون اینجاست که تغییر واقعی رخ میدهد. اکثر مردم می توانند برای لحظه‌ای فرض کنند که به خواسته ایشان رسیده اند، اما نمی توانند زمان بندی را رها کنند. نمی توانند از چگونگی وقوع آن دست بکشند. اما اگر بتوانی، تبدیل به نیروی غیرقابل توقف می شوی. چون در لحظه‌ای که وسواس درباره چه زمانی خواهد آمد را رها کنی، به واقعیت ثابت می کنی که از قبل آن را داری. تو به واقعیت ثابت می کنی که از قبل آن را داری. و زمانی که دیگر دنبال آن نمی دوی، دیگر منتظرش نیستی. دیگر مشتاق دیدن نشانه ها نیستی. واقعیت چاره‌ای ندارد جز اینکه آن را به تو نشان دهد. پس از این لحظه به بعد، هر وقت شک به سراغت آمد، هیچ کاری نکن. بگذرد. رهایش کن. چون وقتی می توانی در این حالت بمانی بدون واکنش، بدون اجبار، بدون نیاز، وارد حالت دریافت بی زحمت می شوی. و آنجاست که همه چیز شروع به حرکت به سمت تو می کند. حالا بیایید درباره مرحله نهایی صحبت کنیم. بخشی که این روند را برای همیشه در زندگیت قفل می کند. قدم سوم، تثبیت و جریان یافتن. تا این لحظه 2 کار مهم را انجام داده ای. اولی، دنبال کردن را متوقف کرده ای. دیگر از روی انتظار، جستجو یا امیدواری عمل نمی کنی. دومی، در این حالت باقی مانده ای. یاد گرفته ای که چطور با عدم اطمینان کنار بیایی بدون اینکه انرژی داشتن آن را از بین ببری. حالا نوبت آخرین قدم است. قدم 4، تثبیت کردن این حالت و اجازه دادن به جریان آزاد آن. و کلید اصلی این مرحله این است. باید با سکوت قبل از تحقق خواستت صلح کنی. اینجاست که اکثر مردم از مسیر خارج می شوند. چون بعد از اینکه دنبال کردن را متوقف کردند و وارد حالت دانستن شدند، انتظار دارند که بلافاصله تغییری رخ دهد.
فکر میکنند خب دارم همه چیز را درست انجام میدهم، پس چرا هنوز نیامده؟ و همین فکر دوباره آنها را به حالت انتظار باز میگرداند. اما چیزی که باید درک کنی این است: همیشه یک فاصله زمانی بین فرض داشتن چیزی و به روز رسانی واقعیت وجود دارد. آن فاصله تأخیر نیست، هماهنگی است. واقعیت در حال آزمایش تو نیست، در حال تنظیم خودش است تا با حالت جدید تو هماهنگ شود. پس در این مرحله آخر وظیفه تو ساده است: به زندگیت ادامه بده. در آرامش بمان. اجازه نده هیچ استرسی وارد شود. چون زمانی که میتوانی این انرژی را نگهداری، زمانی که میتوانی در سکوت بنشینی بدون اینکه تلاش کنی چیزی را به وقوع برسانی، آن چیز خواهد آمد. و بهترین بخش این فقط نخواهد آمد، بلکه به طریقی خواهد آمد که بی زحمت، طبیعی و حتی بهتر از آنچه که تصور میکنی خواهد بود. پس از این لحظه به بعد هر وقت شک وارد شد، هر وقت بی صبری به سراغت آمد، هیچ کاری نکن. نه به این دلیل که برایت مهم نیست، بلکه چون از قبل میدانی که آن انجام شده است. و وقتی که بتوانی این کار را انجام دهی، دیگر هیچگاه دنبال آن نخواهی دوید. چون همه چیزهایی که میخواهی شروع به دویدن به سمت تو خواهند کرد. پس حالا میدانی که تحقق خواسته ها به معنای انجام بیشتر نیست، بلکه به معنای اجازه دادن است. لحظه ای که دنبال کردن را متوقف کنی، چک کردن را متوقف کنی، انتظار کشیدن را متوقف کنی، همه چیز سر جای خودش میافتد. نیاز نیست که آن را به زور بکشی. نیاز نیست که برای نشانه ها خواهش کنی. نیاز نیست که تعجب کنی که چه زمانی یا چگونه اتفاق میافتد. چون زمانی که واقعاً وارد حالت داشتن آن بشوی، واقعیت شروع به تغییر میکند تا با آن هماهنگ شود. حالا نوبت توست. می توانی دوباره به فکر کردن بیش از حد، شک کردن و منتظر ماندن برگردی، یا می توانی تنها کاری که همه چیز را تغییر می دهد انجام دهی: هیچ کاری نکن. چون گاهی قدرتمندترین کارهایی که می توانی انجام دهی هیچ کاری نکردن است. پس این چیزی است که می خواهم از تو بخواهم انجام دهی. در دفترت بنویس: رها می کنم و جریان می یابد. تا این روند را تثبیت کنی. اعلامش کن. احساسش کن. بگذار این کار تمام شود.